درود. اینجا منطقه یاسوج، اینا کنوی دنا هست و جاده یاسوج به اینجا غار شیخ علی خانه که حالا ما پیاده میخوایم بریم بالا و برگردیم بیاریم منطقه با صفایی. همونجا دست پلوی زیادی داره، نفس آدمه میگیره. همونجور که عرض کردم اونجا جاده یاسوج به لردگون، اینا هم که منطقه کوههای دنا. امروز هم 20 اردیبهشت. حالا تا دم غار دوباره براتون فیلم میگیرم. اینجا که داخل غاره، الله اکبر، از قدرت خدا. یه استلاگمیت ها چه قشنگی. اینجا الله اکبر، بزرگی سزاوار توست. داری میای؟ واقعت چند هزار سال طول کشیده تا این، ولی نگاه دست میمالن سرش، سر یارو ایرانیه میسابونتشون. حیفه، نکنید آقا، نکنید. خب این تالار دومشه، ای تو که آقای متصدی میگه. جمع شد. ببین طبیعت، زمان، فشار، آب چی کار میکنه. خیلی بزرگه. نگاه کن اونجا رو. اینه اونجا حداقل 10 متر با من فاصله داره. سالن استالاگمیتا استلاهی. بله واقعا لذت داره. خب اینجایی که داشتم میبودم جلو، اینجا پله درست کردم. کی باور میکنه بالای سرت حداقل 1000 متر کوه هست. جالبه. غار شیخ علی خان قبل از لردگان. عجب جایی. ارزششو داره. ورودیش هم 70 با ماشین میاره بالا. 1000 متری با ماشین میاره بالا، یه 200 متر هم باید پیاده بری، ولی خب باز میارزه و میارزه. توش رطوبت خیلی بالاست اینجا. اما اینجا آخرشه، ولی از اون گوشه راه داره به یه جایی نمیدونم. خب همینجوری که ببینید دوباره این مسیر رو من چند قدم برگردم عقب و برم از اون طرف، ولی کفش سرمه. اگه میایید احتیاط کنید پاتون لیز نخوره. چی بگم از این عظمت خدا. بله باش. اون بالا هنوز راه داره. اینجا هم راه داره، ولی به نظرم هنوز اینا کشف و مشف نکردن. از اینجا ببخشید، باز من یکم تند دست رو بگردونم، ولی الان درست میشه. وی بزرگی سزاوار توست. با صبر و حوصله چند 10,000 سال
نشسته تراشیده با آب و باد تا شده ولی بیشتر آب. ببینید چقدر این استالاکتیت است. این استالاکتیت از بالا هست، استالاکتیت از پایین. چقدر قشنگ. واو، سینه دیوار نگاه کنید. رطوبت خیلی بالاست. من دارم همجور عرق میزنم. خنک نیست ولی رطوبت داره. دیگه داریم برمیگردیم. این هم یه گوشه دیگه از راه، ولی بزرگی سزاوار توست. این بچم سرما خورده داره سرفه میکنه. بیا حالا این راه خروج رو داریم برمیگردیم. باش متصدیم یه بیرون باشید تا اونام بیان با هم دیگه یه ماشینی بریم پایین. میگم باش. خیلی تو دم داره ولی قدرت خدا. این ستون اصلی عبوریشه، اونم که درشه. این که خروجی قاره. وقتی میای بیرون یه محوطه باز اینجا، حالا یا برای انتظار یا برای هرچی داره میای بیرون. اون سمت لردگانه، حدود 1 ساعت نیم راه هست. اون ورم یاسوجه، اینم که کوه. ماشین ما هم که اون پایینه. حالا با بریم پایین تر تا پاترول بیاد دنبالمون. عجب جایی بود دوستان، جاتون خالی. اگه تونستید بیاد، هم حمایت میشه هم میبینید. جالب بود، برای اولین بار بود من توی همچین کاری میرفتم. خوب، تجربه جالبی بود. موفق باشید.